دوستان سلام. از اونجایی که امروز سالروز رحلتیدن امام دجال آخونداست، خوبه یه یادی از امام قدس سر شریف، یعنی قده تو سرش داره بیشرف، بکنیم. چون امام وقتی که میفرماید که من جام زهر رو سر کشیدم، یکی از دوستان تعبیر میکرد، میگفت که امام خیلی هم استعاری به کار نبرد، واقعا این حس رو داشت و تازه خیلی بنیه امام قوی بود که 1 سال طول کشید که امام از دنیا رفت، که از تیر 67 تا خرداد 68 کمتر از 1 سال طول کشید. چرا رفتی؟ حالا نظام بدون تو باید بره قربون تو، حالا نظام بدون تو باید بره قربون تو، حالا نظام بدون تو باید بره قربون تو، حالا نظام بدون تو. آقا این گرمای تنور انتخابات در داخل کشور واقعا ما رو جزقاله کرد. حالا اگه موافق باشین یکم از استقبال پرشور و بی سابقه و اصلا عجیب و غریب ایرانیای خارج از کشور راجع به انتخابات حرف بزنیم. دکتر حسن قش این داستان رو واسه ما کاملا موشکافی میکنه. بنال بینم. با شناختی که دارید، علاقمندی ایرانی ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، میزان حساسیتشون نسبت به رقابت‌های انتخاباتی در ریاست جمهوری رو چگونه دیدید؟ ببینید، واقعیتش اینه اگر فضای امن رو کشورهای حالا نه همه کشورها، عرض کنم بعضی از کشورها و شرایط فراهم بشه، من میتونم بگم اکثر هموطنان ما علاقه‌مندن. چرا؟ چون اینا رفت آمد دارن به کشور، فامیل دارن تو کشور. چطور ممکنه نسبت به ریاست جمهوری بی تفاوت باشن؟ اینا پدرشون اینجاست، مادرشون اینجاست، عمویشون اینجاست. آره دیگه، راست میگه دیگه. طرف مادرش ایرانه، پدرش ایرانه، مال و اموالش ایرانه، وزارت اطلاعات هم که آمار همه اینا رو داره. بنابراین اگه اون که مقیم خارج کشوره به انتخابات علاقمند نباشه و به سرنوشتش وفادار نباشه، اون وقت پدر و مادر و فامیلش میدونن و وزارت اطلاعات و باقی قضایا. حالا برای اینکه متقاضیان خارج کشوری شرکت در انتخابات از سلامت انتخابات کاملا مطمئن بشن، این تیکه از حرفای حسن قش رو خوب گوش کنن. من گفتم در انتخابات ایران همیشه سالمه، به خاطر اینکه مثلا مثال زدم، حالا توی شعب داخل کشورم هم اینجوریه دیگه، چند نفر تو سر صندوقن؟ 18 نفر. کسی میتونه بگه این 18 نفر گاهی بیشتر هم میشن، همه طرفدار یک کاندیدان که مثلا بخوان یک اقدام مجرمانه یا خلاف قانون یا متقلبانه انجام بدن. من گاهی گفتم که ناسلامتی انتخابات مثل این که 18 نفر به پان، خدای نخواسته نعوذ بالله، مثلا یک انسانی حالا بخواد رأی بدزده، جیب بری، در مقابل چشم 18 نفر بخواد یه رأی رو جابجا بکنه، اصلا هم چیزی امکان عقلی نداره. بنابراین همیشه انتخابات ها از سلامت برخوردار بوده. واقعا استدلال منطقی تر از این تو دنیا وجود نداره. اون 18 نفر سر صندوق طرفدار یک کاندیدا نیستن، اونا همه نوکرای صاحب کاندیداها، یعنی ولی فقیه هن. که ولی فقیه هم اصلا تو کار جیببری و رای دزدی و این چیزا نیست. یعنی منظورم اینه که نیازی به دل دزدی و این حرفا نداره، اتاق تجمید آرا داره، اونجا کلون کلون رأیا رو میکشه بالا. یه هورت میکشه 18 میلیون، 2 هورت میکشه 60 میلیون، حالا برو بالا، طوری که پدر جد اون 18 نفرم نفهمن چی شد. شورای نگهبان فقهاش منتصب مقام معظم رهبرین، حقوقداناش و مجلس رأی میده به اینا. خب درسته. خب مگه در فرانسه رئیس شورای قانون اساسی که نظارت بر انتخابات داره توسط رئیس جمهور تعیین نمیشه؟ مگه همون رئیس شورای قانون است؟ این دوستان هموطنان ما در فرانسه همین عرض بنده رو بیان
یعنی شورای نگهبانشون شورای قانون اساسیه. شورای قانون اساسی رئیسشو کی تعیین میکنه؟ آقای رئیس جمهور. درست. خب در خود فرانسه هر فردی که کاندیدا میشه باید از 500 تا مقام اونجا امضا بگیره. و یعنی چه؟ یعنی رجل سیاسی باشه اونجا دیگه. خب پس چطور اونجا این فیلتر هست؟ خب اینجا همینجور طرف میره ثبت نام میکنه 600 نفر. خب اونورم 500 نفر امضا نمیاره. خب چه فرقی داره بین دموکراسی فرانسه با جمهوری اسلامی ایران؟ قش 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 حسن قش زدی به قال. واقعا دموکراسی فرانسه با دموکراسی ایران هیچ فرقی نداره، فقط یه تفاوت جزئی است که اسمش ولی فقیه که اونم اصلا به حساب نمیاد. اصل داستان همون فقهای فرانسوی حاضر در شورای قانون اساسی فرانسه است که با الهام از شورای نگهبان کارشون اینه که به کاندیداها امضا بدن. التزام قلبی و عملی به لویی 16 هم هست که این حسن قش فراموش کرد بگه. دلم خونه تو این نظام از انتخابات اصلا به ریخت ما نمیاد. میخواستم نظامم بشه تک پایه، واسه محمود خودمو کردم زایه. کوسه رو کردم من تو قوطی، خاتمیم محمودی انتر شد من لوتی. پاسدار دوزاری دولت پاسداری پیش نبردن کاری خواستیم بگازی اتم بسازی اما حالا درازی. سال 88 دوباره آوردمش، فتنه ای شد گیر کردم توی پیچ و خمش. طلسمم شکسته بادم خوابیده، چه گندی محمود بریشم کشیده. با رحیم مشایی چرخیده، لعنت به اردوشون واسه من روز و شب ارد میده. از جا در رفت محمود فک تلا شد واسه ما بلا. وای محمود شاسکول میکشه بدجور بریش عظما پنجور. کسی فکر نکند که رأی مردم فقط یک کاغذ است. با کوته بینی تصور نکند که میتواند جای مردم تصمیم بگیرد. محمود دیگه به هیچ صراطی راست نمیشه، همونطور که قوم هیچ وقت لاس وگاس نمیشه. تو مجلس دائم در جنگ و گاریزه، دل و رو دمون و رو میز میریزه. من حالا بگو چی کار کنم با این ازگل، بحرانو چطور مهار کنم. آخه چطوری؟ میخوام خفش کنم لولو چپش کنم اما نمیتونم. وای میترسی هاشه رو ما سواشه رو سرمون آقاشه.